کیت حلال است یا نهنگ؟ اما نهنگ کیته، اما کیت های کلان کلانی که هست همین را نهنگ میگن. برادر عزیز، من برای شما پیشتر گفتم که همه نوع ماهی حلاله، حتی مارماهی هم. مارماهی گفتم که مردم تاجیک ما همون ماهیایی که کلاشون رنگ ماره مارماهی میگن. اون ماره که در درون آب میگرده او حرامه، اون ماره، اون ماهی نیست. مقصد ما از ماهی گپ رفتیسته. اگر مارماهی که خلاص ماهی باشد یعنی اجازت ہے. اگر ماهی باشد یعنی بگیم از همون نوع ماهی به حساب روه. لیکن کیتا ماهی است، خواه اکولا باشد خواه دلفین باشد. یعنی حتی ماهی های هستن که دیدین که حتی آدم ها را شکار میکنن. مادام ماهی که هست او را خوردنش حلاله. خواه کیت خواه نهنگ به گفتی خودتون هرچی باشد حلاله.